ما با کسی دل داده بودم قبل از اینکه این منصب برسم تا صبح منتظر ماندم که معشوقی من بیاید. اون سگ درنده دهن را باز کرده رایش بر بالای ملت مظلوم افغانستان. پروردگار موشکای ایران در قبر اسرائیل بکوبد. در پیش کردم در گوشم می آمد که ای پدر از خدا بترس، ای جوان از خدا بترس، ای مولانا از خدا بترس، ای قاری صاحب از خدا بترس، ای مسلمان از خدا بترس. در برابری همچون غدارترین تاریخ اگر ایستادگی نکنین، حمایت نشان ندین، غیرت نشان ندین، اگر صلاحیت زن و بچه تا داشته باشید در آینده خودش برای خوشحال کنید. صاحب هر کس در مسئله حکامت و حکومیت و قضاوت و فیصله می‌نشینی، همین حدیث در فیصله بس است و بس. حضرت علی صاحب گرفت نوشته کرد به این حدود چارگانه می باشد. گفت یک مرده از مرده دیگر زمین خریده، در منطقه غافلین خریده. جوانای عزیز رابطه را با خدا قایم کن. ماه رمضان ماه رابطه خوبی است، ماه تعلق خوبی است، ماه توبه هست. رابطه را با خدا کن که در هیچ بیابان گرمی تنها نمانی. النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند بخوانیم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسیما جانبی بطها گذر کن، محمد راز احوالم خبر کن. ببر جان مشتاقان به امسو، فدای روضه خیر البشر کن. حضار گرامی، مهمانان عزیز، جوانان و نوجوانان و اطفال‌های معصوم بیگناه، مسئولین و عزیزا و پدران و محاسن سفیدان و همه دوستداران دین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله را آرزومندم که در قدم‌هایتان پاداشت و ثواب‌ها عطا کند، به هر گام و قدم‌هایتان عذاب‌ها گناهتان معاف کند و در هر قدم‌هایتان پروردگار درجاتتان عالی و بلند بگرداند. دوستای عزیز، شاید آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بوده باشد. رمضان مبارک هر چیزش قیمتی بود و قیمتی هست، ارزشمند است، عظیم و بزرگ است. هر لحظات و ساعتهای ماه مبارک رمضان قیمتی است، الماس گرانبها هست. جمعه هایش هم جمعه های بسیار گران قیمت بود، اما متاسفانه این ماه کوتاه‌تر از ما تر شد. کاملا در خواب مانده ایم. 3 جمعه تر شد، نمیدانم که چه کرده ایم، چه دعاها کرده ایم، چه گرانها کرده ایم، چه توبه ها کرده ایم. فقط همین جمعه باقی است و بس. در جمعه آینده شاید این جمعه رمضان نباشد، این فیض و برکت نباشد، این خزانه پربها و پرقیمت شاید برود. از پیش کسی که 10,000 افغانیش گم شود، 100 گم شود، چقدر آه و ناله میکنیم که وای افسوس از جیب من که صبر پول را زد. آیا از رفتن همچون مهمان عزیز و گران قیمتی که همه چیز موتور و قیمتی ساخته بود، دروازه های رحمت الله باز بود، هیچ پود نبود، صدا میکرد جنت که بیا. چرا این جمعه آخریش است؟ باید ما فریاد بزنیم که پروردگارا چه زیبا ماه بود، چه زیبا جمعه هایی بود، چه زیبا برکت هایی بود، اما افسوس در عاشقان این بسیار کم است. کسی که عاشق عبادت و روابطی با خدا هست
عاشق رمضان هست، عاشق ساختن آخرت و جنت است، بسیار کوتاه است. با مداد عاشقان را شام نیست. کسی که با خدا تعلق با خدا دارد بامدادش شام نمیشه. بنابراین خدا را باز هم شکر که ما شما را از جمعه اول رمضان تا این دم صحت داد، سلامتی داد، توفیق روزه را داد، توفیق حضور در آخرین جمعه رمضان هم داد. اونجا میگرده مردم، اونجا اسبای بزکششان هم میگردن. من دیدم تو تیر میشن. وای افسوس برای اون جوانی که، برای اون مسلمانی که، برای اون مومنی که در هر 100 متری و 50 متری مسجد از جامع هست، الله صلاحش میکنه که بیا بنده کارت بسازم. اما در فکر و ذهنش به عنوان یک جوان مسلمان که امروز جمعه هست، همین لحظه خطبه جمعه برپا میشه، همین لحظه ساعت است که دعاها قبول میشه. الله این پرده های غفلت را از گوش دور از شما از دیگران بدرد و باز کند تا اینکه بیدار شوند که خداوند متعال رحمتش منتظر تو ناجوان است. به هر صورت خداوند متعال ما و شما را در رمضان های آینده هم زنده بمانه. بنابراین خواستم در این جمعه موضوعی را با شما پیشکش کنم که تعلق بنده با خدا، ارتباط بنده با خدا، بندگی بنده با خالق. این موضوع را انشاءالله پراگنده با شما ارائه خواهم کرد اگر الله به من توفیق و زبان گویا داد. عزیزان گرامی، ارتباط بنده با خدا هر وقت قائم شد، مستحکم شد، مضبوط شد، کانکریت شد، هیچ نوع خس و خاشاک و شمال و طوفان و سیل نمیبرد. هر وقتی که تو عسکر خدا شدی، هر وقتی که گارد خاص الله شدی، هر وقتی که سکرتری الله شدی، به لغت روز براتون اشاره کنم، پس نه امریکایی تو را تکان داده میتونه، نه فرانسوی میتواند، نه اسرائیل. بس خود را عسکر پادشاه حقیقی بسازید. روابط های نیک و حسنه را با پادشاه حقیقی رابطه قایم بکنید. پادشاهی که چشم داد، خدایی که دست داد، خدایی که مغز داد، کامپیوتر اختراع کردی، خدایی که اصحاب کهف را 309 سال در مغاره های کوه نان داد نگاهش کرد، خدایی که فرعون غرق کرد، موسی را کامیاب کرد، خدایی که ابو جهل با دست طفل 11 ساله یا زیر سن یتیم و صغیر از پادر می آورد، اثر شطر پایان می زند. این زدن خدا هست. بر عالم اسباب در دنیای زور آزمایشی اگر ما فکر بکنیم، طفل 11 ساله زیر سین در همچون نبرد و جهاد غزوه بدر با 900 نفر ابو جهل گفته او ما از دست تا دندان مسلح 12 تاجر ملی مکه مکرمه اسپانسری میکنه، در اصطلاح لغت دانا تمویلشان میکنه، خرچه میته، کمک میکنه، میگه از مکه مکرمه تا مدینه طیبه برو، هر آن مصرفی که داره با دوشیم است. متوجه هستید؟ در روابط خدمت با دین و با مدرسه و با مسجد خیلی ضعیف هستید. نسبت به این که کفر و الحاد و بربریت چه کارهایی به خاطر نابودی دین موتو نکرده. وقتی که ابو جهل اعلان میکنه ما با نبرد و جنگ با محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه تا مدینه منوره یا 360 کیلومتر است یا 350 هست یا 400 است، دمی بین هست یا 450 هست. از همونجا این متجاوزین غدارها در مدینه طیبه میآیند. من همواره گفتم دین ما خیلی دین آرام است، هیچ بش خوب بودن شک و شبهه وجود نداره. اجازه سنگ انداختن به خانه کس نمیکنه، اجازه میخ زدن به دیوار همسایه را نمیته. چرا؟ تک تک چکوش از همسایه را اذیت میکنه، ولو که همسایه یهود است، نصارا است، کافر است، هندو است، گوپرست است، لیکن همسایه هست. بزرگوار میگه من یک همسایه داشتم، یهود بود، کافر بود، هندو بود، بی وجدان بود، بی دین بود.
خانی مرا سوراخ کرده بودند، دو طرف سوراخ ادرار میکرد، غایطه میکرد، تشناب میکرد، آب تشنابش در خانه نشسته می آمد. و من مسلمانی واقعی که بنده خاص الله بودم، در زیر سوراخ ادرار و مواد غایطه و نجاستش سطل و کاسه می ماندم، برده وقتی که پر میشد در کوچه می انداختم. روز از روزها من مریض شدم، مبادا من بمیرم. اولادان من چونین حرکات همسایه را به هیچ وجدان قبول نمی کنند. نشود که با همسایه دستگیر و یخنگیری کند، حقوق همسایگی خراب نشه، اسلام اجازه نمیده. کدام خواب و خیال است ما که دین ما چقدر زیبا هست. رفتم به دروازه کافر بیدینی فلان، گفتم ما با شما دو کلمه گپ دارم. عصا زده رفتم، مریض بودم، از خانه کشیدم، گفتم بیا دم دروازه خانه ما یک بیا. چرا بشه که انکار نکند؟ چون کافر از یهود از نصارا بیدین است. قسم و قرآن پیش از اونا هیچ است. آمد از دست همسایه بیدین ناباب گرفته آمد، گفت کاکا 1.5 سال می شود ادرارت را در خانه میکنی و ما به سطل و کاسه میگرم میبرم به جای دور میندازم، اما حالا من مریض شدم، حوصله و توانایی سطل بلند کردن ندارم. معذرت میخواهم اگر این سوراخ را بند بکنی، من اگر مردم بچه ها و اولادان و نوادگان من با تو بر خود نخواهد کرد. یک دفعه چیز زد، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این دین، این اسلام، این انسانیت. هدف هم در اینجا بود. بنده کامل چنین هست. خداوندی که گفتم در برابری همچون ابو جهل بدبخت با طفل 11 ساله از بین میبرد. چرا؟ و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. هر چی که خدا کنه همان میشه، چون بادشاه حقیقی است. کسی نگه که من چنین کردم، نه، تا نبخشد خدای بخشنده کسی چیزی کرده نمیتونه. هیچ زوری، هیچ پادشاهی، هیچ ولی، هیچ با پیغمبری هم نمیتونه که به تو چشم دهد بجز الله. همین پروردگار که فرعون زمان حضرت رسول علیه السلام را با طفلک شیربچه یتیمی که مادر تربیت کرد از پا در می آورد، به خاطر نابودی اسلام آمده بودند. همین پروردگار تعلق کتش بگیرین عزیزا. ماه رمضان ماه تعلق است، ماه تماس است، ماه صلح و آشتی هست. ما با گناه خود آشتی داریم، هیچ از گناه خود خفه نیستیم. از جماعت نخواندن خود خوب آشتی داریم که روابط خوب اندیوالی داریم، ولیکن با عبادت دور از شما جنگی هستیم، با گران جنگی هستیم، با توبه جنگی هستیم، با روابط و تعلقات خود با خدا ما جنگی هستیم. نه، بیاییم آخرین جمعه مانده تعلقات را با الله مستحکم تر بسازیم. خدایی که تعلق انهم فتیه آمنو، جوانان اصحاب کهف جوانانی بودن، جوان کلمه جوان در زبان بیار، باید وجودت به تکان بیاد. کلا تو را جوان یاد کرده در قرآن. اصحاب کهف پیشتازانتان جوان بودن، جوان آمنو، ایمان آورده بودن. خداوند 309 سال در بین سنگ و مغاره های کوه نگاهش میکنه. خب مختصر براتون اشاره کنم، روزگار پادشاهی خیلی خوبی بود، پادشاهی صالح و درست بود، با ملت شفقت و مهربانی خوبی داشت. اما هر چیز پایه داره، هر چیز انتها داره. بالاخره پایش چپا میشه، پادشاهی رفت. در شهر افسوس یا افسوس روم میگه، پادشاهی دیگری آمد به نام دقیانوس. این پادشاه آمد ظالم، گناهکار، گمراه، بیدینی بود. سر ملت راه های غلط خود تطبیق کرد و ملت بیدین شد. الناس علی دین ملوکهم، مردم در دین پادشاه هست. اگر پدر با تقوا باشه بچه با تقوا تربیت میشه. پادشاه خانه پدر و مادر است. اگر مادر قلوچ و برهنلوچ و آن باشه و طفلک کافی میکنه، اگر پدر بیدین باشه اولادای بیدین میشه. چون در خانه بجز تلویزیون، روابط نامشروع، بجز رقص، پایکوبی، قمار، قیطه دیگه چیز نباشه، بچه چی یاد میگیره؟
همون فعل و کردار پدر را، هر چی که تو پدر هستی بچه میشه. محمد جان یک بچه مثلا 3 ساله هم نشده، یک شب در یک کاسه دست من ششتم گلاس اگر در داخل غوره برنج دست شش. اینا به شما یاد کردم نگفت دیگه. همون لحظه میگن کردار و کار پدرم شاید مشروع است. دست غوره برنج دست شش رئیس. متوجه هستین این پادشاه آمد ملت را به گمراهی و بیدینی دعوت کرد، در نتیجه همه را بت پرست کرد، همه را مشرک ساخت. یک روز مهمانی داشت دقیانوس پادشاه، بعد از آن در نتیجه گفت من خدا هستم، علیاذ بالله، دعوای خدایی کرد، خدای سرزمین من هستم، هر کس که از امر خدایی من سرپیچی میکند میکشم، کلش میکشم. مهمانی داشت، جوانان در نوبت در شب مهمانی به این میگه غذای شب مهیا میکرد. یک شب به نام یلمخا یک جوان آمد که نوبت کار با پادشاه بود، پادشاه را غذای شب ساخت، چون مشوره بود، شورا بود، ازدحام بود، نفرات زاد بود، یک کسی یاد کرد که فلانی ملت به توسط فلانی پادشاه حکومتش برهم زده شد، پادشاه گردشی ها شد. این بیغیرت دقیانوس به یادش آمد که کدام کس پیدا شود و پادشاهی مرا بگیره، یک دفعه لرزه کرد که لرزه کرد تاجش اثرش در زمین خورد. این غیرت ایناست. اما لیکن در وجود تو ایمان قوی باشه، هیچ قوتی در برابرش ایستادگی کرده نمیتونه. این چلنج قرآن و ایمان و اسلام است. یک دفعه لیکن تعلق تا با خدا قایم. اون موضوع من تعلق بنده با خدا، رابطه خوبی با خدا، بس مشکل حل. چون هدف اینه که تعلق ما با خدا، اون خدایی که همه چیز دارد، اون خدایی که 309 سال در غار کوه گفتم جوانا را نگاه میکنه، از گرسنگی و تشنگی نمیمیرد. یک دفعه یلمخا فکر کرد، از ترس یک بنده خود دعوای خدایی هم اعلان کرده، خدا میگویند با نام گرفتن یک پادشاه دیگه، یک زور دیگه سرش میلرزد. گفته اما تاقون و کلا و تاجش میغلطه. گفته من نه تو خدایی نه اونا خداست، بجز یک تا ذات خدا هست. زمان حضرت عیسی علیه السلام بود، میگه اینجاست که این جوان از اینجا برآمد. تعلق خدا، انهم فتیه آمنو، جوانی بود که به الله ایمان آوردن. الاول الى الكهف، وقتی که رفت در مغرب رفت، یلمخا برآمد گفت مرا تیر علی سرزمین شرک و بت پرستی، تعلق من با خدای یکتا هست. برآمدن خود در نتیجه 4 شد 5 شد جوانا در غار و مغاره کوه اونجا در آمد. پادشاه تا همونجا میگه پی گرفته رفت، گفت نشانه در آمدن در غار هست و برآمدن نیست. هدف اینجا بود که خداوند جوانان 6 و 5 و هر چی که قرآن نقل میکنه، افتو ثامنهم کلبون یا ثامنهم کلبهم، 8مشان سگ بود، بالآخرت در غار الله نگاهش میکنه. تعلق تا آشنا با خدا قایم کن، با ذات یکتا قایم بکن. اون عظمت های گذشته بود، تو اشرف امت هستی، تو بهترین امت هستی، تو رابطه با خدا محکم و مضبوط بساز، خب تر الله مشکلات را حل میکنه. روابط بنده با خدا، تعلق بنده با خدا، موضوع من همین است. عزیزان گرامی، تعلقات را با خدا بیشتر و زیادتر بسازیم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در کوچه های مدینه طیبه میگشت، دید یک عبا، قبا، چپن، زره، هر چی که نام میکنید در حادث در کتاب ها قبا آورده، قبا و چپن و جلک، پوستین، هر چی که شما نام میکنید. این را به دست یک یهود دید. با یهود چپن و عبای خود دید. حضرت علی استاد کرد، گفت که برادر چپن از من است، این قبا از من است، این از کجا کرده ای؟ تو دوست دستی. یهود انکار کرد، گفت نه از خود من است، هیچ از تو نیست. حضرت علی امیر المؤمنین در مدینه طیبه حکومت دارد و دارالکوفه مرکز دارد. یک یهودی که تکس میته، جزیه میته، حضرت علی بدون از که در محکمه بکشه از مقام قطعه که گفت عربا بگیرد در زمین میزنه. و علی کسی بود که دروغ نمیگفت،
و بندم به چپن نداشت که چی باشد. خوب بدانین حضرت علی رضی الله عنه چونین نبوده که تهمت میکرده که 100% راست بود. چپن از ازلی بود، چون از پشت شترش افتاده بود، در مسیرها یهود گرفته بود. حضرت نبی کریم علیه السلام چی میگه؟ علی چند خصوصیتی که الله جل جلاله به تو داده به هیچ کس نداده در دنیا و آخرت. یک از خصوصیات همین است که زن تو سیدت النساء فی الجنت است. فاطمه رضی الله عنها سید و بادار و رهبر و پادشاه زنان در جنت است. تو همچون شوهری که زنت پادشاه زنان در جنت است. الحسن والحسین شبا به اهل الجنه. بچگکان تو حسن حسین اینا بادارا و سردارای جوانی در جنت است. ای جوانا رهبرتان حسن حسین است. حسینی که در کربلا به خاطر دین در زیر یوغ ظلم دشمن سرخم نمیکنه، سر از سر جدا میکنه. همون حسین رهبر شما جوانا هست. گفت همچون حسن حسین بادارها و سردارهای جوانان در جنت است. و سیوم خصوصیتی که الله به تو اختصاص داده، ای علی تو داماد بهترین مخلوق خدا محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. همین علی با همین ویژگی دنیا آخرت که رسول الله صلی پیشکش کرده، همین علی رضی الله عنه که اشری مبشره هست، همین علی که در بستر خواب رسول الله صلی الله با غیرت و شهامت میخوابد در مقابل شمشیر دشمن فاتح خیبر. امی علی سر چبان خود در مقابل یک یهودی که مزدور سرزمینش تکس و جزیه میته، زیر حکومت و فرمانروایی حضرت علی زندگی میکنه، میگه چپنی ماست. یهود میگه از ماست. علی رضی الله عنه میگه در هیچ وظیفه کس مداخله نمیکنم، در کسی کار نداشته باشین. یا کسی را قاضی میگه، گفت قاضی را مسئله قاضی را تو حل نکن. متوجه است؟ یک بار دیگه هم گفتم جنگ کردم شما را. در وظیفه ملا کار نداشته باشین، در وظیفه امام کار نداشته باشین، نماز در ملا یاد نتی. از تو که از خدا خوبتر میترسه، از تو که در طهارت و وضو اینا خوبتر میفهمه. مستفیدای عزیز من خدا نمیگم، در الحمدلله کسی یاد نمیته، اما دیگه مسجدایی که ملای امام دارین فرمایش نتی برش. یک ملای درست خوب بگی و بعد از این خدا سرش بادار نساز. بادار اصلی موضوع علمای موضوع است، پیشتاز ما شماست، مقتدای ما شماست، در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته. بسیار با چشم عزت ببینید. شما که انشاءالله میبینید یگان ترما سوالاش پیش میاد، از خاطر یاد میکنم. حضرت علی صاحب میگه من کار ندارم، در حالی که علی رضی الله عنه دانشمند با فهم. کسی پرسان کرد که تو یک تفسیر سر قرآن نوشته کنی علی، همین که علم و دانش. گفت اگر من تفسیر نوشته کنم یک سوره فاتحه را 100 شتر ورق اوراق کاغذ بردارد. الحمدلله رب العالمین تا ولدالین. اگر من تفسیر نوشته کنم 100 شتر نوشته کرده، برم 100 شتر از تفسیرش بار میشه. علمای نوشته کرده، روز شیخ صاحب گفت سر تنها بسم الله 100 جلد کتاب نوشته شده. سر بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرف است، سر 19 حرف 100 تفسیر نوشته کرده. شما قضاوت کنید که قرآن چه کتابی بحر بی پایان است. بناهن حضرت علی صاحب گفت میره پیش قاضی، من میگم از ماست، تو یهود میگه از ماست. علی صاحب دنیا و زمین آسمان میدن که علی صاحب تهمتچی نیست، در حالی که رهبر هم است. رهبرای آخر زمان چیز خوب از او میشه، جای خوب از او، چیز خوب از او، زمین مردم غصب کرده میگه جای تا نمیه، همه چیز دو کار است. آمد پیش قاضی ابو شریح رحمت الله علیه، گفت ای قاضی این یهود چپن ما را گرفته، شما فیصله کنید. قانون در قضا و فیصله نیست که هر کس که مدعی است دو تا شاهد میاره. البینة علی المدعی والیمین علی من انکره. قاضی صاحب هر کس که در مسئله حکامت و حکومیت و قضاوت و فیصله می نشینی، همین حدیث در فیصله بس است و بس. مدعی است دو تا شاهد عاقل بالغ مقبول شهادت مسلمان نمازخوان در سنت برابر بیار. علی صاحب گفت من درو شاهد میارم برات که چپن عروض جان ما بود 2 نفر دیدگیست. رفت حضرت قنبر غلام آزاد کردگی را آورد، حضرت حسن بچه کلامش آورد پیش قاضی ابو شریح. آمد گفت نه یکی اینی حسن جان اینی قنبر جان. حضرت قاضی ابو شریح سل کرد که علی
رضی الله عنه در اصول فتوایی است شهادت بچه در پدر نمیچله. حسن حذف شد. حسن شهادتش نمیچله چون بچه است، از پدر در بچه در پدر نمیچله. حضرت علی گفت ای قاضی، ای ابو شریح، آیا سخن رسول علیه السلام به یاد نیست که حسن و حسین سیدای جنت است، بادار جوانان جنت است؟ گفت بله بادار جنت هست ولیکن شهادتش قبول نیست اینجا چون در حق پدر است. من انکار سیادت جنتش نکردم. یک خنبرمان در یک شهادت مشکل حل نمیشه. شاهدین عاقلین بالغین باشه، این یک دست. چپا نگیره در دست یهود داد، قاضی برو پناه به خدا. ببین تعلق حضرت علی صاحب با خدا چقدر مستحکم است، با کسی نزاکت نمیکنه. امیر المؤمنین هست، فرمانش فرمان است، غیرتش غیرت است. خیلی وقتی که شریعت میگه ما به شریعت تسلیم هستم، متعلق با خدا هست. چپنه در یهود میته، یهود در بیرون میبراید فکر میکنه میگه چی امیری، چی امیر المؤمنینی، چی قاضی که مشهور امیر المؤمنین هست، هیچ چیز در برابرش نمیگه. کل زمین زمان میداند که چپن از علی هست و ما دوست هستم. پس دور میخوره. قبل از اینکه حضرت علی از دار حکم یعنی قاضی براید، از مستر محکمه براید، یهود داخل میشه در دهن دروازه، پیش به خود مجال نمیته، میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این تعلق علی با خدا، روابط علی با خدا، قاضی با خدا که به خاطر دنیا و چوکی و منصب و امارت حضرت علی فیصله را حق و با چهار چوکات برابر میکنه و حق نمیکنه. امام میاره حضرت علی صاحب میگه همین چپن تو بخشش، همین هدیه از تو، حال راست تا بگو. گفت بله پشت شترتان افتیده بود من گرفته بودم، از تو است. بله حضرت علی صاحب چپن بخشید. 900 درهم دیگه هم برش داد، 900 درهم دیگه هم داد. گفت یهود آل مسلمان برادری ما هستی، تو غریب هستی، نادار هستی، البته به این فکر گرفتی که یک چهار پا بفروشم. 900 درهم دیگه هم برش حضرت علی صاحب میته، میگه خرچ عیال و زن و فرزندت کو. تا جنگ صفین با حضرت علی دوش عسکری میکرد، اونجا با شهید شده است. تعلق با خدا بسازید. تعلق صحابه با خدا بود، تعلقات جور بود، تعلقات خیلی زیبا بود. حضرت علی واقعش ای بود، خلاص شد. یک واقع دیگه هم داره. واقع یک برادر داره حضرت علی صاحب. آمد گفت علی تو خالی چوکی داری، منصب داری، همه به امضای توی خزانه ها میچله. در برادر در چیز کمک گفت برادر شب بیا، شب بیا باز من تو کمک میکنم، شب بیایی. حضرت علی صاحب شب شد، برادرش آمد. حضرت علی صاحب در داخل یک خریطه، در داخل یک کاسه چوکی از آتش گذاشت. برادر گفت داخل از این دست بزن هر چیزی که برای صدا آمد، پول و پیسه. که دست عقیل رضی الله عنه در آتش خود چیخ زد، فریاد زد، سراسیمه در گرد اتاق دو. گفت این آتش بوده؟ گفت بله. تعلق ما با خدا هست، دنیا کار نیست. هر کسی که تعلقش با خدا بوده باشد اون نمیتونه حق کسی را به کسی بخوراند. پس این آتش دنیا را تو تحمل نمیتونی، تو در آخرت آتش حق بیت المال اگر طلاق شود چه رقم در مقابلش استادگی میکنی؟ عزیزان گرامی، بناء تعلق با خدا بکنین، محبت دنیا را دل بکشین، رابطه را با خدا بکنین. هیچ زورمند انگشتتم قطع کردن نمیتونه، برطرف کردن نمیتونه. یک کس پیش حضرت علی صاحب آمد، گفت یک حویلی خریدم، حویلی، خانه، منزل. شما امو قوالی عرفیش نوشته بکنید، امو قواله را نوشته کنید. حضرت علی صاحب دید که بسیار تعلقش با دنیا زیاد است، ارتباط از خدا کم کرده. قلم را حضرت علی صاحب گرفت، نوشته کرد به این حدود چارگانه می باشد. گفت یک مرده از مرده دیگر زمین خریده، در منطقه غافلین خریده. خانه که عبادت نیست، خانه غافل نشینانند. در خانه که قرآن نیست، خانه غافلانند. در خانه که عشق و علاقه و ارتباط با خدا، تعلقات با خدا نیست، درودها خانه نمیشه، خانه بی برکت است. بگین صلی الله علیه و سلم در رحمت الله وارد میشه. بگین الف لام میم، بخوانین، یاد دارین. 300 نیکی الله براتون میته. رمضان است، چون در رمضان یکی بر 100 است انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم یک 19 حرف است، 19 صدی چند میشه؟ الله میگه بخوان برات ثواب میته.
چرا مصراب ها رو در خانه نبریم؟ چرا زمزمه قرآن در خانه نکنیم؟ حضرت علی صاحب گفت یک مرده از دیگه مرده میخره. بله آخر مردنی هستیم عزیز من. در رمضان گذشته مردم زنده بود، حال چرا نیست؟ بابت کجا است؟ دوستت که در رمضان زنده بود حالا نیست. امروز هم یک جنازه دوستا در روزه مبارک است، در جمعه زنده بود، حال کجاست؟ الله اکبر. میره بخیر. حضرت علی صاحب گفت یک مرده از دیگه مرده زمین خریده، در قشلاق غافلین خریده و محدود می باشد به این حدود 44 طرف دارد، انتهای یک مرگ، وسطش قبر، آخرش حساب و کتاب، دیگه در اخیرش یا در جنت یا دوزخ. خلاص خطا برش نمین نوشتم کلمه تکی میبینم هر کسی که میخوان تکان میخور. چرا تعلق با خدا بکن. به این معنا نیست که اولی و تعمیر و قصر نداشته باشین، همه را داشته باشین. قصری که یاد خدا نباشد، حتی مساجدی که به نماز برپا نشود و مسجد از روز قیامت روز آخرت شکایت میکنه. بنابراین تعلق را با خدا قایم بکنیم. این ماه تعلقات است، خصوصا رمضان مبارک ماه توبه هست، ماه ارتباط با خدا هست. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه علما میشناسن، محدث ولی خدا، میگه یک شب ما با کسی دل داده بودم قبل از اینکه این منصب برسم، تا صبح منتظر ماندم که معشوقی من بیاید، تا صبح هم منتظرم فلانه بیاید، این نیامد. دم صبح شد، میبینم که رو به برآمدن آفتاب است و تا صبح بیدار بودم. بله در بعد روزن ما خسته نمیشیم. همین قرآن بگیری و فاجعه میکشی. تبلیغ شروع شد کلگه گرقم میشه. اگه اینجا پرده های تلویزیونی فوتسال و فوتبال باشه، مسابقه بوز کش اینجا نشر شود، اینجا شبکه های خنده باشه، شما را نمیگو. هیچ احساس خستگی نمیآید، چون شیطان در میان موتور بالا میکنه. بنان میگه اینجا دم صبح شد، به هوش آمدم که ای عبدالله، اگر این شب تا صبح به یاد خدا، به عشق خدا اگر تو بیدار می بودی چه زیبا بود. به آن خالقی که زنان و خوشرویان و خوبرویان آفریده، اگر به عشق از اون اگر من تا صبح بیدار میشدم سبحان الله الله اکبر میگفتم، چه زیبا بود. همون لحظه توبه کردم، همون لحظه تعلق با خدا ثابت و قایم و برپا کردم. عزیزان من، اگر در دنیا روابطی با کسی داری، یک وقت میشه که آنتنش تلفنش تماس نگیرد، میشه شماره تبدیل بکند، میشه که وفات کرده باشد، میشه که از وظیفه معزول شده باشد، میشه که سلب صلاحیت شده باشد، در تو خیرش با نمیرسه. الله آن تایم صدایت میشه. هی افسوس است که ما همون روابطی واقعی را با خدا قایم نکردیم که هیچ لحظه جا به ما را رد نمیکنه، هیچ لحظه از ما غافل نیست، همیشه حی و قیوم و زنده و بیدار است. میگه صدا کردم که پروردگار، من سخت اشتباه کردم، توبه صادقانه کردم، تعلق خود همین لحظه با خود همین آن واحد الله برش رابطه داد. میگه بر آمدم بیکشار نکردم، دستمال و پتوشا نکردم، گفتم الله دیگه در راه تو میبرایم، به خاطر تو میبرایم، به رضای تو درس و تبلیغ و دعوت و علم میآموزم. میگه شهر برآمدم، یکی از بزرگای این شهر، دانشمندان شهر، شیخ الحدیث شهرم کما بود. من جوان هستم که فقط در این اندک وقت آخر شب تایم فول را به انتظار دختر کشاندم، تایم زیادتی را به رابطه نامشروع میخواستم بکشانم، الحمدلله نصیبی من نشد. میگه ولیکن اندکترین وقتی که دم صبح که وقتی که صدای بلا کیف علی سر تو بنده است که ای تعال بیا، همون وقت گفتم که الله دیگه با تو میباشم. از او بالا کردم، توبه طولانی هم نکردم، لیکن صادقانه می اندک توبم بود، صادقانه بود. این بزرگ پرسان کردم شیخ صاحب بزرگوار کجا میره؟ گفت دوش قشلاق. گفتم من اندیوال تو هم، من کتم شیخ بزرگوار رفتم، در یک استقامت رسیدم که مسیری من از این جدا شد، من در این طرف رفتم، این بزرگوار در این قشلاق کار داشت، تا همون جایی که می رفتم بر بالای سر ما یک ابر سایه میکرد، یک ابری بسیار انبوه و یخ
یخ و سایدات بر بالای سر ما تو میره. ما فکر میکردم که خداوندا با همچون شیخ بزرگ رفیق شدم، از برکت از زیر سایه ابرش در این زمان گرمی ما استفاده خوب کردم. من این نعمت از شیخ موسفیر بزرگ میدانستم. اما در چهارراهگک، سه‌راهگک در مسیری که ما جدا شدیم این طرف رفتم، ابر بر بالای سر ما جدا شد آمد. شیخ صدا کرد که ای جوان، کیف استاد شد ای جوان، از خانه و قشلاقی که ما تو حرکت کردیم ابر بود. من فکر کردم که پروردگارا این کرامت و عزتی به ما داده ای، اما آن فهمیدم که نه، عزت تو پیش الله از من زیادتر بوده. ای جوان بگو چی کرده ای؟ عبدالله میگه من گراه کردم. گفت کوئی چیز نکردم. خیر ای شیخ بزرگوار بنشین و گوش فرا ده، به تو چیزی میگویم. اون این است که من دیشب به خاطر انتظار نامشروع بودم، اما در دم صبح تعلق خود رابطه خود را با خدا قایم کردم. گفت بس این توبه واقعی، رابطه واقعی تو به الله محکم و مضبوط شده است. پروردگار به خدمت تو ابر سایبان روان کرده، در هیچ حرساتی تنها نمانی، ابرها به خدمتت بیاید. پس چرا همون خدایی که در خدمت تو جوان خاکی ابرها روان میکنه، توبه را صادقانه عرضه بکنیم و رابطه را خودتر با خدا مستحکم بسازیم. بزرگواری العائدون الی الله یک کتاب است. العائدون الی الله، رجوع کردن به سوی خدا، عودت کردن به سوی خدا. ففروا الی الله. و بزرگوار نوشته میکنه یک انسان بسیار فاسد کاملا رابطش با خدا قطع، کاملا سکلانده با خدا، هیچ رابطه ای ندارد. میگه 7 سال شده بود که من سجده هرگز نکردم با خدا. پیشانه زیبایی که دم داده روی زیبایی با خدا نمانده بودم. 7 سال. بناهن میگه شب تا صبح در میخانه ها، در جاهای گناه و معصیت و رقص و پایکوبی و شرابخانه ها، من زندگی من اونجا بود. در ثمره ازدواج من یک دخترچه 5 ساله داشتم و بس. شبها نصف شد از میخانه با مستی و با نشه در خانه می آمدم، در را قفلش باز میکردم، در حولی می در آمدم. باقی مانده شب را هم در اتاق خصوصی با فیلم های مبتذل و با فیلم های خراب سپری میکردم. قد زندگی نمی بود بس. یک شب آمدم در خانه‌ام، در آمدم در اتاق مخصوص باقی مانده شب را سپری میکردم. دروازه باز شد. دخترک معصوم 5 ساله هم آمد. گفت یا ابی، ای پدر، ای پدر من، اتق الله، از خدا بترس، از الله بترس، الله را حاضر و ناظر دان. آیا خدا نمیبینه؟ آیا الله نمیبینه؟ همه کار و کردار موتور میبینه. رگهایی که در قلبت کار شده میدانه الله که در اونجا چی شریان و جریان دارد. دخترم صدا کرد که ای پدر از خدا بترس، ای پدر کار زشتی انجام میدی. در را بند کرد. دخترم برآمد. دختر برآمد. این صدای طفلک من وجود من را برهم کوبید و زد. در را پیش کردم. در گوشم می آمد که ای پدر از خدا بترس، ای جوان از خدا بترس، ای مولانا از خدا بترس، ای قاری صاحب از خدا بترس، ای مسلمان از خدا بترس که از تو بترسد جین و دی و پری و امریکا و کانادا و اسرائیل. امروز ما از خدا نمیترسه که باز اون سگ درنده دهن را باز کرده رایش بر بالای ملت مظلوم افغانستان. پروردگار موشکای ایران در قلب اسرائیل بکوبد. دعا خوب بکنید اگر در چیزی ندارید. اگر در برابری همچون غدارترین تاریخ اگر ایستادگی نکنین، حمایت نشان ندین، غیرت نشان ندین، اگر صلاحیت زن و بچه تا داشته باشید در آینده، خوریش مرا خوشحال کن. تعلق با خدا اگر قایم نکنی، یک تا شکارت میکنه، یک تا از خاک کنه که دنیا را از خود میکنه. میگه قبالی پدری دارم. میگه کسی برش کپ زدم نمیتونه. تعلق با خدا بود که الله را سوالش بگردانه. تعلقات صحابه با الله بود. تعلق فرزند میدگک صغیری که پدر نداشت، ابو جهل از سر شطور بر زمین میزند، امکان نداره در عالم ظاهر، چون تعلق بچه با خدا بود. عبدالرحمن نوح میگه یک بچه در کنار ما آمد، من از خدا دور میکردم که این طفل چه
چه زوری داشته باشد باید در کنار یک آدم قوی و کلام بوده باشد که در برابر مشرکین اگر حمله کنه از ما دفاع بکنه. اما خود این بچه به من نزدیک میکرد، گفت کاکا ابو جهل کیست؟ 900 کافر در ساحل بدر آمده، صحابه 313 نفر است. ما هم رمضان است، رمضان ماه فتوحات است، دعا کنه که الله متعال فتوحات گسترده‌ای بر مجاهدین اهل اسلام نصیب بگرداند. آمد گفتم چی میگه ابو جهل؟ گفت سبا رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت رسول الله سلام را دو زده. من شنیدم که ابو جهل پیغمبر توهین کرده و دو زده. تعلق بچه با الله و رسول گوش کن، تعلق ارتباط بچه با محبت الله و رسول محمد رسول الله را دو زده ولا گبانمش. گفتم اونم تاجدار، اونم غلدور، اونم متکبر بر بالای اسب و شتر هست. شمشیره که نصفشم به اندازه قدش نصف شمشیرم نبود، شرنگست می خاک ریگ مقدس بدر شریف حمله میکنه. کوههای بدر شریف ریگش نخوتی رنگ است، اونجا برین بخیر، اما ریگایشان با ادب است، در هیچ شمال و طوفان در روی پاش نمیخوره، سرکه نمیگیره. اونجا همین بچه‌ای حمله کرد، گفت الله اکبر، میزنه ابو جهل سر شتر بر زمین میغلطانه. چرا؟ این قوت را به طفل 8 ساله و 10 ساله و 12 ساله زیر سن صغیر که امکانات اقتصادی ندارد، ماه رمضان گرمی هم 34 درجه هست، اثر شتر کی به زمین میزند؟ تعلق بچه با خدا، چون لین با خدای قوی هست، تعلق با خدای قوی بساز. حدیث زورگوی از این صلاح است، حقیقت است. تعلق با خدا باشد، همونجاست که تو کامیاب هستی. ابو جهل به زمین میزنه. اینجاست این مردک میگه مرا فرزندک صغیرم متوجه ساخت که از خدا بترس، تعلق با خدا قایم که پدر دروازه را پود کردم، صدای طفل مرا تکان میده، مرا میلرزاند، مرا دیگرگونی میده. بنابراین هیچ خوابم نبود، خواب نشدم. یک وقتی بود که صبح صادق طلوع کرد، الله اکبر، از مزین، از صدن مزین، از دهان مؤذن، از بلندگوی مسجد صدای الله اکبر در گوشم آمد. دیگه تکانم داد که خدا بزرگتر از همه چیز است. الله اکبر من کل شیء، خدا از هر چیز بزرگتر است، از هر چیز بزرگتر است، از فرانسه و کانادا و کجای دنیا قوی تر است. چرا رجوع بالا نمیکنید؟ گفت همون تایم آواز مؤذن بود که خداوند در همونجا 3 صدا میکند که بیا بخوامیتم، توبه کن، قبول میکنم، بخشش و مغفرت بخواه، بخشش میکنم. در همون وقت بود که الله متعال صدای دل مرا شنید. از خانه بر آمدم، رفتم در مسجد. اولین بار است که بعد از 7 سال من در خانه خدا می درایم. در مسجد رفتم، از آن خلاص شد و قامت شد، وضو کردم، در صف استاد شدم. امام پیش شد، آیه های از قرآن زیبا را خواندن کرد. آیه های قرآن که 1400 سال دشمن میزند، حرفش تغییر داده نمیتواند. قرآنی شکست ناپذیر خوانده میشه در محراب، زمزمه میشه. هر کلمات قرآن که خوانده میشه مرا تو یک جتکه میته، مرا یک برق میته، قلبم را تو تکان میته. بعد از این در سجده رفتم. بهترین حالت بنده با خدا که دعاش قبول میشه سجده است. سر به سجده گذاشتم، سبحان ربی الاعلی، ای پاک خدایا که عالی هستی. سبحان ربی الاعلی میگم، هر چی کنترل کردم چیز زدم، فریاد زدم، الله اکبرم بلند شد، صدایم بلند شد. همون مقتدی حیران من، هر چی کردم کنترل نشد. ربط من با خدا قایم شد، با خدای عالی ربی الاعلی. نسبت پاکیست خدای که بسیار عالی ذات است، هیچ شریک در ذات و صفات خود نداره، عالی و تنها ذات است، همه امورات تو تدبیر میکنی. یا الله سبحان ربی الاعلی. گران کردم، نفهمیدم که من چی گفتم. سر به سجده بگذار، شبهای تحت رمضان یادت نره. امشب شب 25 است، چند است؟ شب دوشنبه 27 است. یادت نره اینجا مجلس داریم انشاءالله، منوال همه ساله. دوستا عزیزا کل قومارم خبر کرده بیارید، میشه که پروردگار و برکت امون دوست اینجا دعا قبول شود که الله تعالی بپذیره توبه ما شما را.
میگه سر گذاشتم که اعلا گفتم، پیشانه گذاشتم گفتم خداوندا این پیشانه که تو دادی، این دماغی که تو دادی، خشومی که تو دادی، دندانی که تو دادی، لذت غذا را در زبانم تو کیفیت دادی که من میچشم. اما افسوس که من در 7 سال با تو سجده نکردم، با تو سر نگذاشتم. بعد از اینکه نماز خلاص شد آمدم در خانه در آمدم، من اون نفر قبلی نیم، چون تعلق با خدا شد با یک سجده ای که بعد از سال انجام دارم. جوانای عزیز مسلمانان گرامی، شما هر روز 5 وقت سجده را انجام میدید، تو را الله بسیار دوست دارد. سجدگان شما هر روز چندان است؟ در 10 رکعت نماز پیشین 20 سجده هست، در 20 رکعت تراویح 40 سجده است. بدانه که رابطه تو با خدا مستحکم تر است، امید نباش. بعد از آن میگه من در خانه رفتم، خوابم تاری شد، خوابم گم شد، زود سر کار رفتم، کارمند بودم، سر کار رفتم. اهل کار من، صاحب کار من گفت که کاکا فلانی تو چرا امروز وقت آمده ای؟ خوشا به حال تو؟ گفتم قصه کردم. من در مسیرهای ناگوار خراب می رفتم، شب نوقت می آمدم، در تایم کار نوقت می آمدم، چون خوابم پره نمی شد. ولیکن یک فرزند 5 ساله دخترچه دارم، به من شبی آمد گفت ای پدر از خدا بترس، ای پدر در این خانه اگر مادر من نیست، من نیستم، خدایی وجود دارد، از خدا بترس. طفل زیر سن 5 ساله هست. این مرا تکان داد، مرا متوجه دین و مسجد و جماعت ساخت. من به او خاطر امروز خوابم نبود، سر کار آمدم. صاحب کارم خیلی تشویقم کرد، خیلی ترغیبم کرد، وجودی من دگرگون شد. حریب پیشین بود، گفتم اجازه بده نمیرم نماز. کسی که ارتباطش با خدا شود دکان مانی نماز شده نمیتونه، وظیفه مانی نماز شده نمیتونه. ارتباطت با خدا درست عزیزی من نمازت ترک میکنی، روزه را میخوری ارتباط با خدا نیست، زکات نمیتی ارتباطت با خدا نیست، حج نمیکنی ارتباطت درست با خدا نیست. اگر امکانات داری ارتباط با خدا باشد، هیچ کار و بار و وظیفه و برنامه ها مانی جماعت و نماز و تقوا و کار امورات دینی نمیشه. خوب متوجه باش. چرا؟ میدانی که الله رازق است بس. غمی روزی مخور، برباد مکن اوراق دفتر را که پیش از طفل از شیر پر کند پستان مادر را. الله، پس چه نگرانی؟ بنان میگه آمدم در نماز پیشین رسیدم. بعد از خواندن نماز پیشین اصل کار من ای بود، محبتی و طفلکم در قلبم دور اون طفل من در آغوش بگم که طفل من که مرا با خالقم تعلق دادی، مرا رابطه مرا با خدایم قایم کردی، مرا بعد از افسال سرم را به سجده واقعی گذاشته ای. برم طفلم را در آغوش بگیرم، نماز را خانم، دروازه را که دقل باب کردم، تک تک و تن تن کردم در رسول یومینه. در باز شد، دیدم که مادر دخترم خانومم سر 2 پا استاد است. گفت کجا به تو اومده که اینقدر زنگ و تماس و همه جای را پالیدم. گفت زن، وقت من در نماز رفتم، وقت در سر کار رفتم، حالا آمدم بگو نگران است ای زن چی گفت شده؟ گفت دختر وفات کرده. دختری که زندگی پدرت کاملا با خدا ساخت، طفلی که کاملا رابطه تو را با الله تماس قایم کرد، همون دختری که تو را به مسجد برد، همون دختری که تو را با خالق یکتا، همون دختر وفات کرده. من در هوش نشدم، بیهوش شدم که پروردگارم من به دیدار همون دختر بهشتی من آمدم که مرا با یک کلمه اش با تو وصل کرده، از من گرفته ای. لاش خود را خش کردم سر جسد مطهره دخترکم بردم. گفتم ای دختر، اصل کار را کرده، ولیکن دیدار من تو در جنت باقی، تشکری ها از تو در جنت باقی. دوست عزیزم را زنگ زدم یا تماس گرفتم، احوال کردم که بیا همون دختری که من با خدایم برد، همون طفلی که سبب توبه من شد، همون طفلی که تعلقم را با خدا کرد، تقدیرات الهی وفات کرده. آمدن و همه کس برنامه های کارگری این طفل تمجید میکرد، در قبر بردن. مردم صدا کرد که ای پدر، همون طفلت را که ممنون احسانش است همون را در قبر بگذار. پدر در قبر میگذاری.
روز شود که من در قبر گذاشته شد. بیشتر یک ویدیو دیدم، مولوی صاحب شهید حیاتالدین صاحبی کرامتش بود در منبر استاد است، میگه ولو کنتم فی بروج مشیده، اگرچه که در خانه ها و قلعه های مستحکم باشه مرگ به سراغت می آید. فردای امروز شهید شد و یک قسمت جنازش سر قبرستان میگذارد و میماند. همون صاحبی که عمرش خاطر دین سپری شد، همون جام شهادت نوشید، مرگ با عزت، مرگ با غیرت، مرگ با شهامت از دنیا رفت. تو نمیری، من نمیرم. روز سبت که عزیزترین شخص خود را به قبر بگذاریم، در بین خاکها بگذاریم، تنها بگذاریم، بی کس بگذاریم، بی لحاف بگذاریم، بی بالشت و پشتی بگذاریم، بی میوه بگذاریم، بی بوتل‌های آب مدنی بگذاریم، بدون خرماهای رمضانی افطاری بگذاریم. چطور دلت میشه و فرزند پدرت در قبر میگذاره؟ چون همین است دنیا. بس مرگ انتها میته، وسط زندگی قبر، آخر زندگی هم برو بخیر دوزخ یا جنت. میگه طفلم را گرفتم با دستای لرزان که ما فکر میکردم کمی لحظه صدای طفلکم زنده هست، میگه که ای پدر اتق الله، از خدا بترس، رابطه را با خدا کن، لینا با خدا بگیر. همه چیز زوال پذیر است والله، همه چیز گم میشه. نم جوانی تو اصلا در تو وفا نمیکنه، این دیگر چیز خسماندگی است. هدف نیست که دنیا را کاملا ترک نکنی، محبت با دنیا نکن. در برابر دین هر چیز فدا و قربان نکنی، تو دیندار شده نمیتونی. طفل در قبر گذاشتم، گفتم ای ملت، من امروز جسم نمیگذارم در قبر، من نور الهی را میگذارم. اون طفل که در وجود و دارن من نور بخشیده هست. من فکر طفلک عزیزم را میگه در قبر گذاشتم، همین بود که دیگه مسیر تعلقات با خدا را هیچ چیز دیگه قطع کردن نتونست. نه شراب دنیا، نه در خود دنیا، نه زرق و برق دنیا، نه منصب دنیا، نه چوکی دنیا، نه پیسه دنیا، نه پادشاهی دنیا، هیچ چیز رابطه من با خدای من دیگر بریده نکرد. رابطه با خدا شد. چیزی با زندگی است که ما با خدا و با امورات خداوندی که به ما داده زندگی بکنیم تا اینکه لذت ببریم، مزه کنیم. عزیزان گرامی، کسی اون روز قصه کرد در یک مجلس که سر طفل آمد. ماه رمضان آهسته آهسته میره. در این ماه خبری غریبه و یتیما را باید بگیریم. حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه مبارک تعلقاتش با خدا بسیار محکم بود. خرما، کشمش، آرد، این چیزا را یک روز وارد کرد. از بیرون در تجارت وارد کرد در خاک وطنی که مدینه طیبه وطنشان بود. ایرا آوردن گرفت. تاجرها همه خبر شد که تاجر کلان مال را وارد میکنه، باید ما خریداری بکنیم. همه تاجرها در بندر و در کمربند رفت که عثمان، ما تاجرای خرد و دست دو سه هستیم. از عمده فروشی قافله تجارتی تو 1000 شتر مال بود. چند؟ 1000 کم هم نی. آرد، خرما، کشمش، یا بعضی گفتن روغن، آرد، کشمش، همش مواد اولیه قیمتی. رمضان آمد روغن قیمت شد. عجیب است. الله همه چیز ارزان کرد تو قیمت میکنه. الله توفیق نصیب کنه. الله تعلقات خوب موضوع را با خدا نصیب کنه، نه به قیمتی اسعار دنیا. الله اسمت تشویش نکنه. بنابراین تاجرها را گفت چند؟ گفت به 1 روپه فایده. دیگه خیلی 2 روپه تا 5 فایده را، تا 5 روپه فایده را. حضرت عثمان غنی گفت من در 10 روپه وقت فروختم، با 10 فایده فروختم، در 10 چند فروختم. همه تاجرها خاموش ماندن. سرنشان تاجرها در این سرزمین ما، برداقی سرزمین در اصطلاح ما. پس این چی دور میتواند کسی در این سرزمین بوده باشد که یکی برده تو فایده بدهد؟ چلین میتم غیر ما کسی خریداری کردن نمیتواند. حضرت عثمان گفت ای گوش کن، من به چیز میگم گوشی باز بگی. گفت به الله و رسول فروختم. تعلق با خدا را دیدی؟ چرا 1000 شتر مال را، روغن، خرما، کشمش،
1000 شتر مال را به الله و رسول فروختم. این تعلق نیست. چیست؟ اگر تعلق با دنیا میشد یکی بر 5 فایده را میگرفت. به الله فروختم اون ذات است که یکی کمش 10 امثالها یکی بر 10 میدهد. همه را توضیح میکنه به غربای مدینه طیبه و فقرا و یتیما و بیچاره ها توضیح میکنه میده. اما متوجه باشید که سحیرا یادتان نره، یتیما یادتان نره. مادر دیروز دم زنگ زد که بچیم در شبخانه بستر است. بخی مرا سل کرده سل همه چی کنم مارا از کی مگردگری کرده تو بتون در روز آخرت به یتیم یخنی تو را نمیگیره. تو چرا در شبخانه یک نمیری؟ بی بز آخر یک نسخه چرا اجرا نمیکنی؟ یتیما عشقش قابل قدر است. یک آقا صد قصه کرد یک طفل یتیم را پدرش فوت کرده. یا شهید شده خواست دنیا رفته زندگیش رفته. پدر بسیار نعمت بزرگ است. مادر نعمت بزرگ است. یک جوان در زمان شیخ عبدالحق دهلوی نوشته میکنه میگه یک جوان مادرکش سر مرکب سوار کرد از یک راه تیل میشد. جلوی خر و مرکب به دست بچه مادرک سر خر سوار است. مردم را دید که در کنار جاده اجتماع کرد نظر نفر جمع است که او چی گو فریاد و چادرها را تا میکنه منقلب میکنه. مادرش گفت استاد چو مرکب استاد کرد مبروک مردم چی مشکل داره؟ از این جماعت پرسان کرد که شما چی میکنید؟ گفت نماز حاجات میخوانیم، نماز استسقا میخوانیم، طلب باران از الله میکنیم، صدا شده فریاد میکنیم تو ابری نیست. گفت شما صبر کنید. آمد پیش مرکب و خر که مادر سر سوار است. از دامن مادر قایل گفت ای مادر این مردم در دشت به خاطر از این آمده که آب و باران کار داره، عقلشان تشنه است. خدایی که آب از باران از آسمان قطع کنه، آب از زمین قطع کنه، کجا میری؟ امیر آب چاو پمپی که در زمین میزنی زیر زمین دریا روانه است، از کجا هست؟ اینه که اینجا آورده کی روان کرد؟ الله. بگو الله اکبر. خدا بزرگ است. امیر اگر الله زیر قطع کنه ولی 10 متر پایان رفته چی میکنی؟ چه میکنی؟ از کجا حلقه تر میکنی؟ الله همه چیز بگی. بیا تماس بگی خالقی که در زیر زمین دریا روان کرده، خالقی که دریای امور روان کرده، خالق آسمان به ستون خلق کرده، خالقی که در تو خوبترین صورت و زیبایی داده. چرا سران میترسی؟ چرا بترسی؟ یعنی چی؟ مسلمان چرا نگران است؟ این نگران نیستیم. شهادت کامیابی، زخم شدن کامیابی، ترور شدن کامیابی، دیگه چی؟ جنت به انتظار تو هست. تشویش نکن، تعلق با خدا کو بس. چرا نگران هستی؟ بی پول هستم میگی. یک کسی را گفتم در مدرسه کمک همین رو زیاد کردیم. گفتم اگر کمک نکردید دو بچه هم ناله بالا میکنه. چه مشکل داره؟ طالبای مدرسه شب بخیر جسمال اوار کن، سر جای سجدی تا با عشقای فقیرانه مدرسه گران بکن. با مو الوالله بالله تلا قسم اگر فردا از مدرکی به تو اگر برنج و روغن و امکانات نیامد بگو ملا صاحب دروغ میگی. ناله را بالا میکنم، هیچ به تو نمیکنم. من حالا را بالا نکردم. بنابراین اینجاست که این بزرگوار دامن مادر را گرفت که خداوندا با مادری که دارم دوهش در حق فرزندان مانند انبیا قبول میشه. دامن پاک مادر را به تو وسیله میکنه. این ملت حلقش تر کن. از دامن مادر میگره. این دامن مادر زیباترین دامن است. خفه نشه. در روز عروسی 2 متر دامن خانم را چطور کش کرده در هتل ها بالا میکنه؟ چطور لباسهای کرایی برش میگیری؟ ولیکن در مادر 2 متر کتالی 100 روپیه میخری. من نمیگم که بزنت نخر. من میگم که تو کسی را دامن شبه که عقل تشریح تا سیرا بکنه، زندگی تا منقلب بکنه، جیبی تا پر از پول بکنه، عزت را بالا ببره، جنتیت بسازه. چرا دامنش سایل نمیگیری؟ دامنش سایل گرفت که دامن مادر رها نکرده بود. سیلها از آسمان و زمین به دشتها دیوانوار میگشت. مردم آمد گفت که ای فرزند لحظه کار تو را من مشاهده کردم که از دامن گرفتی و ابر آمد. بگو دعایی که کردی چی بود؟ گفتم که پروردگارا مادر بسیار پاک دامن و عابده هست، تعلقات مادرم با تو خوبتر است. من در سجاده و نمازها همیشه مادر میبینم.
و من فرزندش هستم و پیشش دعا هستم. پس این بود که باران رحمت بر بالای زندگی ما فرو آمد. بیا تعلقات را با مادر، با خدا، با دین قائم‌تر بکنیم تا اینکه مشکلات ما حل شود. گپ او صغیر یادم نرود، پدرش فوت کرده بود. میگه مادر فوت کرد، صدا کرد که مادر بچه آته ما کجاست؟ آته دعید میایه بخیر. اینجا یک آشنای مسته بچه که 5 سال ما عمره بودیم فوت کرد. طفلک شالم خبر نداره. آدم میگه کجاست؟ میگه پیش کاکای رفته. یعنی 1.5 سال شده رفته از دنیا، رفته. جوان بچه، فرزند صغیره. تو چرا قناعت بودی که پدر کجا هست؟ پدر کجاست؟ گفت پدر در روز عید میایه بچه. خود سعیست مادر، هر لحظه پرسان میگه روز عید میایه، روز خوشحالی، روز عید. خود رمضان 1 2 3 4 5 لایه نبخیر 27 28 29 صبح عید میشه، شب عید است. مادر به ذهنش هست که فرزند باز پرسان میکنه که مادر خود شب عید است. تو گفتی شب عید پدر میایه، پدر ما کجاست؟ نیامد. این گپ فرزند من چی جواب داشته باشم؟ بچه که خواب بود، من از اتاق برآمدم، در اتاق خلوت دروازه را قفل کردم، نالا بلا کردم که پروردگارم من یک دل شکسته فرزند صغیر را تو چی بگم؟ گرام داشتم. بچه که روز شد آمد، گفت مادر در آواز کرد که در اتاق در آمد. شوق زده شدم که حال بگه که پدرم خواهید شد چرا نامد. گفت در کوچه رفتم. بچه که در کوچه کالای نو داشت، لباس خوب داشت، طرف عید می رفتن. پیسیش هم دمه چیز میداد، در اصطلاح پر میداد، همه امکانات شنشان میداد، لباسه که شنشان میداد. به یادم آمد که ای مادر تو گفته بودی که شب عید میایه همه چیز به تو میارد. من که سوی خانه دوان می آمدم، بچه که من گفت تو پدرت مرده، پدر نداری. این رو ما پدری ما خریده، ما رو بازار برده، ما رو فروشگاه برده، ما رو به خیاط برده. پدری که تهلکش خود در آغوش گرفته میره برش خالگک فرمایش میده، مویای سرش پیش سلمانی جور میکنه. سال سرخیر دارم دی وطن، سال بیچاره داره. تصور که فرزند تا بخم به پدر بماند. دمیید خدای نخواست فرزند تو را از او فرزند بگیره، تو بدان که ای چی میشه. من گران کردم که بچه همون تفلقای کوچه راست میگه که تو پدرت وفات کرده کسی نیست. عزیزان گران، ماه خبرگیرا، ماه صدقات خیرات، ماه تجارت با خدا و با اعمال است. بنان یک چند شبه که طاقش مانده بس میرس پیشت، عمر در خواب تیر نکن. شبهایش که الله رحمتش منتظری است، یک بلیس برو یک قدم میایه، سس برو دوان میایه. بنان دیگه یک پیامی در آخر دیر زمیده از علما ولایت‌های مختلف آمد که در مدرسه ما کمک. شما مرا خب میشناسید. ما طالبای مدرسه مرا در طول تاریخ به چنده پشت دروازه کسی رای نکردم که یک نان بده. وظیفات که میگم فهمیدی نفهمیدی؟ بی وظیفات درس خواندم، بی وظیفات درس میگم، پول نداشتی چوک غزلفر مردگاری کو، 2 روزه پول پیدا کو، بیاد مدرسه درس خواند. مدرسه لیلی 20 نفر داریم سالانه، جای ما مقصد. دعا کن که الله مگ مدرسه کلان بوده بخیر دیگر تو با کیفیت الله تعالی توفیق تدریس و علم تدریس ده مناسب کنه. چند طالب بچه ها داریم، اگر شما باید باشه سال یک دفعه در مدرسه ما شما چنده میکنید. یادتون نه؟ همین که مردم که کمک کردین مدرسه مردم بود. دیروز مولوی صاحب اومد، من گفتم من در ناظم مدرسه خود وعده کردم که همین دوستا و مخلصا را میکنم آخرین جمعه رمضان است در شما یک چیز کمک کنه شبای قدر خرچ و بچی مسافرینی که از بدخشان و تخار این طرف هم تا فارغ طالبا هست. اما طالبان رخصتی هم نداره. همینجا ذکر کرده الله اکبر گفتن، نماز خواندن و خوانده خواست همینجا ماشاءالله، چون وطنشان دور هستن نمیرن دیگه. باز اونا را گفتم از یک طریق برش کمک کردم. یک دوست عزیزم بود که یک چیزی پول برش گرفته دادم، گفتم تو برو در جمعه ما در شاگردای مدرسه خود عزیزای خود صدا میکنم، یک چند جوانان دستمال بگیرین، یک گروه پدر رو پگه دارین کمک کردین در شاگردای مدرسه خود مسخوین. این بالا بیشتر مدرسه است. اگر نمیکنم خانه تان آوار 2 بجه شب الله را میگم بته فردا برید برین روحانی مشکل نداره، هیچ مشکل نیست. یک شخص جوان بخزین یک دوره بکنیم
آخر جمعه ان شاء الله صدقه که برده براتون تمام شاگردای ما هست. اگه کس نیست، اگه سر اعتماد نداره فقط برام گوش نمیکنی. اعتماد خدا ان شاء الله. گپ نیست، کار دین است، کار خدا هست. بناهن این میره عاجلتر جمع بکنین.